دوستان به کانال وایفو خوش اومدید. امروز می‌خوایم غذای محلی شهرستان دریگز درست کنیم و به زبان فارسی میشه کره جوش. به زبان ما میشه قطقو. مواد لازمش کره، برای این تعداد در یک نفره. کره گاوی گوسفندی، روغن زیتون میشه استفاده کنیم و روغن ماهی و نباتی خوشمزه نمی‌کنیم. ماست چکیده، اگر نمک نداشت حتما تو غذا باید نمکش رو تست کنیم. گردو هر چقدر دوست داشتین. شیرین بیان، اینم باب سلیقه خودتونه، هر چقدر دوست داشتین. و اینم نعنا که به مقداری که خودتون دوست دارین می‌زنید. خب بریم که آمادهش کنیم. خب گردو رو میشکنیم دوستان. اینجا فقط دقت کنین گردویی که میخواین انتخاب کنین گردو خوب باشه و حالا له میکنیم گردو رو له میکنیم. خوب میتونیم که له بشه. اگه هاونگ داشته باشین داخل هاونگ بکوبید یا اگه چیز بود داخل دستگاه خردکن بریزید. ماست چکیده میریزیم. ماست چکیده تعدادی که الان این مقداری که من دارم انجام میدم برای یه نفره درست میکنم، برای یه نفره. اگه میخواین تعداد بالا باشه بیشتر بریزین. ماستو هم میزنیم، خوب هم میزنیم تا از هم باز بشه، حالا دوغ مانند بشه. خب اینجا کره گوسفندی من گاوی استفاده کردم، ولی برای این غذا هم میشه گوسفندی استفاده کرد. اگه نداشته روغن زیتون، روغنای طبیعی هم میشه، ولی روغن ماهی و روغن نباتی غذا رو طعم جالبی بهش نمیده. فقط اینجا کره نذارید زیاد داغ بشه که میسوزه. روغن که حالا یکم آب شد، کره یکم آب شد، گردو رو اضافه کنید، یکم تف بدید، بعد نعنا اضافه کنید. نعنا رو زیاد تف ندین، تلخ میکنه غذا رو. خب هم بزنیم. این غذا برای خراسان رضوی شهرستان دریگز هستش. دوغ اضافه میکنیم. بچه این نمکش باید نمک غذا درست باشه. اگه داخل ماست نمک داشتین که هیچی، ولی اگه نداشتین حتما نمک رو اضافه کنین. شیرین بیانم که اضافه میکنین اون طعمی که خودتون میخواین، حالا زیاد میخواین دوست دارین زیاد اضافه کنین، کم هم میخواین کم اضافه کنین. هم بزنین که داخلش گلوله نشه شیرین بیان. اگه دوست داشتینم کانال ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، ممنون میشم ازتون. خب این غذا یه جوریه که باید هم بزنیم، تا اگه هم نزنیم ماست به حالا خراب میشه، به گفته ما بریده میشه و صورت جالبی نداره. تا موقعی که داغ میشه حالا به جوش میاد اینو هم میزنیم. از هم زدن دست بر ندارید، ماست خراب میشه، دوغمون خراب میشه. داغ که شد داخل حالا کاسه نون ریز شده میریزیم و اونو نوش جان میکنیم. اگه دوست داشتین شما نظر بدین که غذای بعدی که درست میکنیم چی باشه. خب یه نکته دیگه همین غذا داره اینه که میتونیم همون اول که کره داغ شد پیاز و سیر هم داخلش بریزیم، ولی چون حالا ما با سیر و پیاز دوست نداریم اینجوری پیاز داغ نکردم، سیر و پیاز داغ نکردم. ولی هر کس دوست داشته باشه میتونه سیر و پیاز داغ انجام بده براش. خیلی خوب به نظر من، حالا چون خانواده نمیخوردم انجام ندادم، ولی به نظر من حالا پیاز جالب نمیشه ولی سیر خیلی خوشمزه‌اش میکنه. حالا اینجا نون ریز میکنیم و تا موقعی که داخل ظرف نون تیلیت شده نریختیم اون غذا باید هم بخوره، وگرنه بازم خراب میشه. حتی از روی گاز برداشته باشیم. بعد که داخل ظرف غذا ریختیم میتونین حالا بخورین. و نونی که برای این استفاده میکنه حتما باید نون حالا خوش شده، نون تازه نباشه، نون نرم باشه، نون تازه باشه، نون خمیر میشه. میتونیم اینو با پیاز بخوریم، با سبزی بخوریم. خوشحال میشم بازم ما رو دنبال کنید. دوستتون دارم. تا غذای بعدی خدا نگهدارتون.